ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 13 ایون سال 2024 خبر داد که بر اساس شکایت بلاگر رخشانه رحمت الله و که با تخلص صوفی 1111 معروف بوده در اینستاگرام بیش از 400,000 ابونشی دارد، شفری و امید رحمت الله را 7 شبانه روز حبس کردند. میلیس پایتخت حبس رحمت الله را عاقبت مناسبت ناسالم اویله‌داری نامیده نوشت: همدیگر فهمی و احترام و رعایت آداب و اخلاق اویله‌داری اساس بنیاد اویله سالم به شمار می رود، ولی در اکثر موارد وجود نداشتن چنین عامل‌ها باعث پراکنده شوی اویله‌ها و سر زدن حادثه و واقعه‌های فلاکتبار می گردد. بنا به اطلاع نشر شده، از جانب کارمندان ریاست کارهای داخلی پایتخت مراجعت الکترونی شهروند رخشانه رحمت الله و که شکنجه و بدرفتاری شفرش شکایت کرد مورد بررسی قرار داده شده. در نتیجه سنجش مراجعت این زن، شوهر او شهروند رحمت الله امید احمدویچ سال 1992 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه عینی دستگیر کرده شد. میلیت در شهر این قضیه گفت ضمن سنجش خالصانه و همه جانبه، پرسش گمانبران و جبر دیده و شاهدان حادثه معین کرده شد که در حقیقت مدت است که در مناسبت‌های اویله‌داری نام بردگان 9 فهمی جای داشته است. وابسته به این، از جانب کارمندان میلیس پایتخت نسبت به شهروند رحمت الله امید پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. از جانب دادگاه نایه شاه منصور نسبت نام برده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. خود امید رحمت الله و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی قبلا همسر او رخشانه رحمت الله و در شبکه‌های اجتماعی با نشر یک نوار خبر داد که از رفتار شوهرش امید که با هم 5 سال زندگی کردند و 3 فرزند دارند به جان آمده است، زیرا او هر روز با کارد تهدید کشتنش میکند و شکنجه آزارش میدهد. رخشانه رحمت الله و گفت مجبور شد که همراه فرزندانش از خانه فرار کند، ولی شوهرش او را تعقیب میکند و تهدید کرده است که اگر پیدایش کند میکشد. او از مقامات هم شکایت کرد که با وجود مراجعت به تکرارش یگان چاره ندیدند. هر روز زندگی من با تهدید کشتن است، مرا مجبوری قپیده است. آیا قانون است برای همین خیل آدمان؟ گفته است بلاگر. مسئله زوراوری اویلوی و به سر همسرانش دست برداشتن شوهران و تحت آزار جسمانی یا فشار روانی قرار دادن آنها از جانب شوهر و اهل خانواده شوهر از مسئله داغ جامعه تاجیکستان باقی میماند. در کشور هر سال تا 600 مورد خودکشی یا قصد خودکشی رخ میدهد. بخش اعظم آنهایی که قصد جان خود میکنند زنانند که از فشار و خشونت در اویله به جان میآیند، ولی راه دیگری را برای نجات خود از این ورطه مشکل را نمیبینند یا نمییابند.